در قسمت قبل دیدید و شنیدید که به واسطه یک کتاب قدیمی و کهنه در مورد جادو، طلسمات و کتابی موکلدار زندگی خانم سحر و خانواده‌اش از سن 6 یا 7 سالگیش دستخوش اتفاقات و موجودات ترسناک و ماورایی شد. خانم سحر کم کم صداهای عجیب غریبی از تو حموم و قسمت‌های مختلف خونه میشنید و وقتی اونجا می اومد از اون صداها خبری نبود. رفته رفته اتفاقات شدیدتر شد و شروع اون داستان موقعی بود که 2 خواهر بزرگتر خانم سحر داشتن اون کتاب ممنوعه رو میخوندن که شیشه ها به لرزه در اومد و تمام خونه لرزید و تمام شیشه ها و پنجره ها شکست. بعد از اون خانم سحر یه شب از خواب بلند شد و پدرش رو که پاش شکسته بود رو در وضعیت عجیب غریبی دید. این اتفاقات اوج گرفت و حتی در خواب این موجودات شیطانی از خانم سحر سوء استفاده می‌کردن. یه شب که خانم سحر از جنگل از خونه دوست و اقوامش داشته به منزلش برمیگشته، یه موجود خیلی قد بلند رو میبینه که وسط جاده ایستاده و وقتی بهش نزدیک میشه اون موجود نه دستی بوده، نه پایی داشته و نه سری. یه موجود کاملا نورانی و سفید بدون هیچ شکل و ظاهر خاصی. خلاصه داستان رسیدیم به جایی که این مشکلات ماورایی و اتفاقات وحشتناک به حدی شد که یکی از بستگان خانم سحر از یه آدمی که دعانویس بود و توی کارهای عرفانی ازش خواهش کرد که به خانم سحر کمک کنه و جلسه ای رو در شرکت خانوادگی خانم سحر توی اتاق مدیرعامل در حضور اعضای خانواده و بستگان و اون شیخ و دعانویس انجام شد. اون شیخ به خانم سحر تذکر مهمی داد که چشماتو ببند و تا نگفتم چشماتو باز نکن. دوستان و همراهان رادیو ماورا، شما هم میتونید در صورت تمایل داستانها و اتفاقات ماورایی و ترسناک خودتون رو با آیدی اینستاگرام یا تلگرام رادیو ماورا ارسال کنید. ممنونم. بعد از اون شروع کرد به خوندن آیات و اذکار خاصی تا 1 دقیقه اتفاق خاصی نیفتاد و سکوت بود که من یهو احساس کردم یه چیزی رو زمین در حال کشیده شدنه. نمیتونم درست توضیح بدم. یه چیزی، یه موجودی خودش رو زمین داشت میکشید. بعد از اون صدای به هم خوردن کرکره ها میخورد که به هم دیگه میخورن. بعد از اون از توی آشپزخونه شرکت صدای به هم خوردن ظرفا می اومد. صداها هر دقیقه بیشتر و بیشتر می شد و من با چشمان بسته تصور می کردم که اعضای خانواده و بستگانمون اون صداها رو تولید می کنه. بهشون می گفتم بابا آروم باشی، اینقدر سر و صدا نکنی، چرا ظرفا رو به هم می زنی؟ چرا پرده رو تکون میدی؟ کی داره خودش رو زمین می کشه؟ بعد از چند دقیقه احساس کردم که 20 نفر تو گوش من دارن فریاد میزنن و دارن با هم صحبت میکنن. اونجا شستم خبردار شد که صداهایی که میشنوم نه تنها مال محیط اطرافم نیست و حتی از دور و بریام هم نیست و این صداها رو فقط من میشنوم. قلبم از سینم داشت کنده میشد. این حجم از استرس و فشار و ترس برام قابل هضم و درک نبود. نفسم داشت بند میومد که چشمامو باز کردم. اون شیخ و دعانویس سرم فریاد زد چرا چشماتو باز کردی؟ مگه نگفتم چشماتو باز نکن؟ گفتم نتونستم، داشتم دیوونه میشدم. اول فکر کردم صدای شماست، بعد از اینکه فهمیدم صدای شما نیست داشتم میمردم. طاقت نیاوردم. اون دعانویس و شیخ گفت اون موجود چسبیده به تو و ولت نمیکنه و خودش رو زمین میکشید و نمیخواست دنیای تو خارج بشه. شب وقتی کنار مادر و خواهرام خوابیده بودم اتفاق وحشتناکتری برام افتاد. باور نمیکنید اگه بهتون بگم اون موجودات شیطانی
داشتن منو کتک میزدن. مطمئناً باورش برای شماها سخته، ولی چیزی که من دارم میگم یه تجربه واقعی بود. انگار 20 نفر افتاده بودن به جونم و من رو کتک میزدن. و بعدها از کسی که تو علوم غریبه کار میکرد سوال کردم. این بوده که من به واسطه آوردن اون دعانویس و شیخ و این که میخواستم این موجود رو از دنیای خودم دور کنم باعث خشم و عصبانیت اون شد. و کسانی که با علوم غریبه آشنان میدونن که خشم این موجودات چه کافرش که خدا نصیب نکنه و چه حتی با ایمانش هم وحشتناک و ترسناک. بعد از اون روحیه من روز به روز داغونتر و افسرده تر و رو به زوال بود. خلاصه کنم، کارم کشید به روانشناس و بعد از اون منو ارجاع داد به روانپزشک. و متاسفانه دکتر روانپزشک منو مشکوک به بیماری اسکیزوفرنی و شیزوفرنی دونست و برام داروهای مختلف و سنگینی تجویز کرد. اسم همه داروهامو یادم نیست، فقط اسم یکی از داروهامو یادمه، کوئنتیاکس. آره، کوئنتیاکس. یه مدت این داروها رو از سر ناچاری استفاده کردم، ولی نه تنها حالم خوب نشد، حالم روز به روز بدتر میشد. و هر چقدر روانپزشکم اصرار میکرد که تحمل کن، ولی من این کارو نکردم و دوره درمانم رو نیمه کاره رها کردم. و برای خودم هم دلیلی داشتم. میگفتم آخه سر، این اتفاقات اگه تو مغز تو بوده، اگه روحی و روانی بوده، اگه تو دیوونه بودی، اینا رو فقط تو میدیدی. ولی نصف بیشتر این اتفاقات رو اعضای خانواده‌ام هم دیده بودن. پدرم، خواهرام و مادرم و حتی دوستان و نزدیکان. پس این یه مشکل روانی نبوده. بعد از اینکه داروها رو قطع کردم، نمیگم حالم خوب شد، ولی یه مدتی بهتر شد. تقریباً 1 سال یا 2 سال خبر خاصی نبود، تا اینکه 1-2 سال بعد یادم هست خونه دوستم بودم و خوابیده بودم و داشتم استراحت میکردم. یهو تو عالم خواب و بیداری احساس کردم، بله دقیقاً احساس کردم که یه چیزی با 2 تا دستش داره منو خفه میکنه و دست گذاشته رو گلو و حلقوم من و منو داره خفه میکنه. دوستم وقتی متوجه حال من شده بود من رو از خواب بیدار کرد و بعداً به من گفت توی یه لحظه وقتی برگشتم و صدایی اومد و پشت سرم رو نگاه کردم، دیدم که یه پیر زن کریه و زشت با ناخونای بلند با یه بوی متعفن دستش رو به سمت تو دراز کرد. اگه یادتون باشه این شبیه اتفاقی بود که خواهرم توی اتاقمون دیده بود، همون موقع که من داشتم خواب وحشتناکی می‌بردم. بعد از شنیدن قسمت اول داستان رادیو ماورا که یادم هست در مورد یه پسری بود که با ارواحی که به قتل رسیده بودن ارتباط گرفته بود. بعد از دیدن اون یه موضوعی یادم اومد که میخوام الانم بگم. اینو منم وقتی که عزیزانم یا بستگانم فوت میکنن بلافاصله خواب اونها رو میبینم، به قولی خواب روحشون رو میبینم و خواب ارواح تازه فوت شدم رو. یادم هست مادر بزرگم تازه فوت شده بود. همون شب که دفنش کرده بودن به خواب من اومد. مادر بزرگم من خیلی آدم مهربونی بود، ولی اون شب توی خواب خیلی ترسناک و ناراحت و جدی به من نگاه میکرد و سرم داد میزد. بهش گفتم مامان جون، عزیز جون، حالت خوبه؟ چرا ناراحتی؟ سرم داد زد. گفت حالم اصلا خوب نیست. چرا منو اینجا خاک کردی؟ مگه نگفته بودم منو اینجا خاک نکنی؟ فرداش که خوابم رو به زنداییم گفت سحر
اینو به کسی نگو، این موضوع رو باز نکن، براش خیرات بده، ما هم براش خیرات میدیم. گفتم آخه چی شده زندویی؟ گفت ببین، مادر بزرگ وصیت کرده بود که اگه من فوت شدم من رو کنار مزار برادرم دفن کنه، ولی به واسطه دوری مسافت و بحث زمان و چیزای دیگه نتونستیم اونجا خاک کنیم. حتی وقتی که پدرم فوت شده بود و 1-2 روز از فوتش میگذشت، من با مادرم توی پذیرایی خوابیده بودیم. البته مادرم خوابیده بود، من دراز کشیده بودم و داشتم با گوشیم بازی میکردم که یهو از همون اتاق پدرم که براتون تعریف میکردم صدای پدرم رو خیلی واضح و بلند و رسا چندین مرتبه شنیدم. صدا خیلی واضح بود، میگفت سحر، سحر بابا، سحر. باور نمیکنی، تمام تنم یخ کرده بود و عرق سرد میریختم. پدرم 1-2 روز بود فوت شده بود، ولی اون صدا خیلی واضح بود، خیلی خیلی واضح. اگه بخوام براتون واضح در توضیح بدم، همیشه اینو به اطرافیانم گفتم، انگار صداش از یه تونل و دالون می اومد، انگار از یه دنیای دیگه و از یه بعد دیگه و یا نمیدونم اسمشو چی بذارم. یه تونلی به اتاق پدرم زده شده بود و از اونجا پدرم منو صدا میکرد، سحر، سحر بابا. تا خواستم مادرم رو بیدار کنم، اون صدا که داشت تکرار میشد انگار تو هوا محو شد. بعدها که با استاد علوم غریبه صحبت میکردم و اصرار داشتم که اون صدای روح پدرم بوده، اون به من گفت که اون اجنه که توی خونه و زندگی شما بودن و شاید موکلین اون کتاب منحوس بودن، قصد داشتن از طریق صدای پدر تازه فوت شده تو رو به سمت اون اتاق بکشن و بلایی سرت بیارن. ولی به هر حال من هنوزم فکر میکنم و باور دارم که اون روح پدرم بود. بگذاریم القصه. میخوام در مورد پدرم بیشتر باهاتون حرف بزنم. پدرم به علوم غریبه و ماورا علاقه زیادی داشت و الان بهتر میدونیم که از ورود اون کتاب به زندگی ما پدرم وارد علوم غریبه شد که ای کاش نمیشد. پدرم شبا ماجراجویی زیاد میرفت، توی قبرستون، توی اماکن متروکه، توی روستاهای خالی از سکنه و داستاندار و تسخیر شده. و من و خواهرام و مادرم قدرت این رو نداشتیم که پدرم رو منصرف کنیم. پدرم بعدها که من بزرگتر شدم برام تعریف میکرد که میگفت جاهایی که میرم سحر نزدیک 1000 تا چشم زرد میبینم. میگفت بابا من میدونم اونا حیوان نیستن، میدونم اونا اجنه و از ما بهترونه. یه مدتی هم توی تایم محدودی پدرم شبها به شکار میرفت. یکی از اون شبها پدرم چیزی شبیه 2 تا جغد رو میبینه که رو شاخه درخت با هم در حال جنگیدن بودن. میگفت یکی از اون جغدا به رنگ سفید و نورانی و یکی دیگه‌شون به رنگ سیاه و غبارآلود و خیلی بزرگتر بود. میگفت از اونجایی که تا حدودی با علوم غریبه آشنا شده بودم، احساس کردم و تصورم این بود که اون 2 اجنه هستن و اون جغد سفید نمادی از اجنه مسلمون یا روحانی و اون جغد سیاه و بزرگ نمادی از اجنه کافر و اهریمن و شیطانی. به واسطه همین تصورم تفنگ شکاریمو برداشتم و به سمت جغد سیاه نشونه گرفتم تا به قول خودم و تصور خودم شیطان و اهریمن رو نابود کنم، که متاسفانه تیر پدر من به جغد سفید برخورد میکنه. دوستان میدونم تمام این داستان
باور کردنش سخته، ولی این رو چون بزرگتر شده بودم به چشم خودم دیدم. پدرم همونجا به حالت فلج میفته که ما صبح و از طریق همسایه ها و اهالی محل تونستیم بدن نیمه جون و بیهوشش رو پیدا کنیم. پدرم تا 3 ماه به حالت فلج تو خونه افتاده بود. بدنش عفونت کرده بود. هر دکتری میبردیم، هر آزمایشی میدادیم، نمیتونستن دلیل علمی براش پیدا کنن که نهایتاً بعد از 3-4 ماه توسط یک استاد علوم غریبه تا حدی بهتر شد. یه موضوع دیگه هم از ماجراجویی پدرم بگم. یک بار پدرم تعریف میکرد که شب تو دل جنگل در حال ماجراجویی بوده که یه موجودی رو میبینه که تا عمر داشته همچین موجودی رو ندیده بوده. موجودی با ارتفاع خیلی زیاد، حتی از بعضی از درختان هم قدش بلندتر بود. یه موجودی که تقریبا محو بود ولی عظمت و بزرگیش کاملا مشخص بود. چشماش اونقدر بزرگ و نورانی بود که انگار 2 نورافکن بزرگ به جای چشماش بود. پدرم سعی میکنه دنبال اون موجود را بیفته، ولی اون موجود اونقدر بزرگ بوده و قدمهاش بزرگتر که پدرم به اون نمیرسید. میگفت هر قدمش شاید 7-8 متر و دور شد و من بهش نرسیدم. اینم بگم 1-2 نفر از اهالی اون محل و جنگل همچین موجودی رو دیده بودن و هر کدوم روایت‌های مشترکی رو از دیدن این موجود تعریف میکرد. دوستان، اتفاقاتی که برای من تو این چند سال افتاد هنوز به اینجا ختم نمیشه و هنوز هم ادامه داره. تو قسمت اول گفتم حتی همین الانم که دارم اینو تعریف میکنم صداها و وجود موجودی رو اینجا احساس میکنم. به طور فیزیکی نه، ولی کاملا احساسش میکنم. اون سرما، اون سنگینی و حال بد. همین چند وقت پیش که توی پذیرایی نشسته بودم و داشتم با گوشیم خودم رو سرگرم میکردم، یهو از توی آشپزخونه صدایی اومد. یه ظرف پلاستیکی که یادم نیست دقیقاً چی بود از روی کابینت به کف آشپزخونه افتاد و صدای ترسناکی داد. من یه سگ دارم، یه سگ کوچیک و بامزه و البته خیلی باهوش. بلافاصله پارس کرد و رفت توی آشپزخونه و نگاهش دقیقاً به یه نقطه‌ای بود. به یه ارتفاع 2 متری نگاه میکرد، انگار که یه آدمی اونجا باشه. و یک لحظه دیدم قررش کرد و یهو دوید اومد تو بغل من، انگار چیزی رو دید و ترسیده بود. نمیتونم ادامه داستان رو بیشتر براتون تعریف کنم. سعی میکنم داستان بعدی رو منسجمتر و بهتر و تکمیلتر در آینده براتون ارسال کنم. فقط به عنوان حرف آخر میخوام باهاتون یکم درد و دل و البته نمیشه گفت نصیحت، ولی به عنوان خواهر کوچیکتون میخواستم یکم باهاتون درد و دل کنم. ببینید دوستان، ازتون خواهش میکنم اگر کسی پیرامونتون از اعضای خانواده، دوستان و یا حتی غریبه اومد از اتفاقات و داستانهای ماورایی و ترسناکش گفت، ازتون خواهش میکنم بلافاصله بهش برچسب دیوانگی، توهم و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نزنید. یه جایی برای راست بودن حرفاش بذارید. مطمئناً اون آدم اگر مریض نباشه، اگر دچار توهم نشده باشه، حرفهایی رو به شما میزنه که یه روز شاید و خدایی نکرده به درد شما میخوره. ازتون ممنونم که وقت گذاشتین و داستان کتاب ممنوعه من رو گوش کرد.